سوخوی 57 جنگنده نسل پنجم روسیه است که توسط شرکت سوخوی طراحی و تولید شده. نام رمزی آن در دوران توسعه PAKFA یا T50 بود و هدف اصلیش رقابت مستقیم با جنگنده‌های نسل پنجم غربی مانند F-22 رپتور و FC-5 لایتنینگ 2 بود. این جنگنده نخستین بار در سال 2010 پرواز کرد و در سال 2019 به طور رسمی وارد خدمت نیروی هوایی روسیه شد. سوخوی 57 ترکیبی از پنهانکاری یا استلس، سرعت بالا، چابوکی فوق‌العاده و قدرت تهاجمی چند منظوره است. بدنش از مواد کامپوزیت جاذبه رادار ساخته شده و طراحی زاویه دارش باعث کاهش سطح مقطع راداری یا RCS می شود. ویژگی‌های کلیدی طراحی: ورودی هوای موتور با زاویه خاص برای کاهش بازتاب رادار، سکان‌های تمام چرخان یا All Moving Vertical Tails برای مانور فوق‌العاده، کابین دیجیتال با نمایشگرهای متعدد، سنسورهای 360 درجه و سیستم کنترل جنگ الکترونیک پیشرفته. نسخه‌های اولیه سوخو 57 با موتورهای ساترن AL41F1 مشابه سو 35 پرواز می‌کردند. اما هدف نهایی استفاده از موتور نسل جدید با نام ایزدلی C است که راندمان بالاتر، صدای کمتر و قابلیت سوپرکروز واقعی دارد. مشخصات عملکردی: سرعت نهایی حدود ماخ 2 که بیش از 2450 کیلومتر در ساعت است. برد پروازی تا 3500 کیلومتر بدون سوختگیری. ارتفاع پرواز تا 20 کیلومتر. مانورپذیری از بهترین ها در جهان با نازل‌های متحرک یا تراست وکتورینگ. توانایی حمل سلاح در محفظه داخلی یا اینترنال بی دارد که باعث حفظ پنهانکاری می شود، اما در مأموریت‌های غیر پنهان نیز می تواند از نقاط خارجی استفاده کند. تسلیحات قابل حمل: موشک‌های هوا به هوای R-77 R-74M2 و K-77M، موشک‌های هوا به زمین K-38 K-59MK2، بمب‌های هدایت شونده KAB-50 و KAB-250 و توپ داخلی 30 میلیمتری GSH-31. سوخو 57 یک جنگنده چند منظوره یا مالتی رول است، یعنی هم برای نبرد هوایی و هم برای حملات زمینی دقیق طراحی شده. در چند عملیات آزمایشی در سوریه نیز از آن استفاده شده تا توان رزمیش در شرایط واقعی سنجیده شود. تا سال 2025 روسیه بیش از 20 فروند سوخو 57 تحویل گرفته و برنامه دارد تا سال 2030 بیش از 70 فروند از این جنگنده را وارد خدمت کند. همچنین صادرات آن به کشورهایی مانند الجزایر، هند و ترکیه در حال بررسی است. نسخه بدون سرنشین یا نیمه خودکار این جنگنده در همکاری با پهپاد S-70 آخوتنیک نیز در حال توسعه است.